نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. در خدمت شما خوبان و سروران هستیم با سوره دیگر از کلام الله مجید و ترجمه مختصر معانی آیات این سوره مبارکه، سوره مبارکه الملک. سوره مبارکه ملک اولین سوره جزء 29 کلام الله مجید هست و 67مین سوره قرآن مجید که 30 آیه داره و در مکه مکرمه نازل شده. این سوره همان گونه این که از نامش مشخص هست درباره ملک و پادشاهی الله متعال دلایل مختلفی درش ذکر میشه و نام این سوره از آیه اول این سوره گرفته شده. در این سوره الله متعال میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. مبارک است آن ذاتی که به دست اوست پادشاهی آسمان ها و زمین، خیر بسیار زیادی دارد و فضل و کرم او بر همگان زیاد است. اون ذاتی که پادشاهی آسمان ها و زمین به دست اوست و هو علی کل شیء قدیر، و او ذاتی است که بر هر کاری قادر است. اون ذاتی که خالق آسمان ها و زمینه و مالک آسمان ها و زمین و هر آنچه که در آسمان ها و زمین است بدون شک قادر خواهد بود هر کاری که بخواد انجام بده، چون تمام عالم ملک اوست و تمام عالم آفریده او هستند. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر کاری قادر است. الذی خلق الموت والحیات، از جمله مخلوقات الله متعال در این عالم الله متعال میفرماید مرگ و زندگی است. الذی، همون ذاتی که خلق الموت والحیات، خلق کرده مرگ رو و زندگی رو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا شما رو آزمایش بکنه، بیازماید و امتحان بکنه که کدام یکی از شما بهتر عمل میکنید. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا بیازماید شما رو که کدام یکی از شما بهتر عمل میکنید. الله متعال فرمود او مرگ و زندگی رو آفریده است و هدف از این آفرینش اینه که ما رو امتحان بکنه در این دنیا. دنیا محل امتحان است، دنیا میدان آزمایش است برای این که الله متعال مشخص بکنه کی بهتر از دیگری است. خلق الموت والحیات، موت رو بر حیات مقدم فرمود و اول مرگ رو ذکر کرد قبل از اینکه زندگی رو ذکر بکنه، چرا که در این دنیا اون چیزی که باید بیشتر مد نظر من و تو باشه اینه که به کجا میریم، بعد از مرگ ما چه خواهد شد. زندگی رو که همه داریم تجربه میکنیم و زندگی رو همه چون در او هستند زیاد به او توجه نمی کنن. چیزی رو که زیاد لمس نمیشه مرگ، چیزی که فراموش میشه مرگ، حقیقتی که هیچ کسی انکارم نمیکنه، اما با وجود اینکه هیچ انسانی در روی زمین منکر مرگ نیست، اما بسیاری از انسان‌ها غافلن از مرگ. الذی خلق الموت، مرگ رو مقدم فرمود
بر زندگی در ذکر نامشون تا فراموش نشه، تا اهمیت مرگ مشخص بشه که ما بعد از مرگ دنیای دیگری داریم. این دنیا، این محل امتحان با مرگ پایان پیدا میکنه و مرحله بعدی اون که اعلام نتایج هست بعد از اون دوباره خواهد آمد. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا ببیند الله متعال شما رو امتحان میکنه که کدامتان بهتر عمل میکنید. نفرمود تا کدامتان بیشتر عمل میکنید، بلکه فرمود بهتر عمل میکنید. بهتر عمل کردن به این معناست که آنچه که مهم است نزد الله متعال کیفیت اعمال ماست. کیفیت عمل، چگونگی عمل مهمتر از مقدار عمل و اندازه عمل هست. ایکم احسن و عملا، تا کدام شما بهتر عمل می کند، عملش نیکوتر است. و احسن و عملا یعنی اون عملی که خالصتره، اون عملی که با قلب و حضور قلب انجام میشه، اون عملی که تو بین خودت و بین الله متعال فقط رضایت الله متعال رو در نظر میگیری. به دنبال این نیستی که بیای پیش الله متعال وقتی که نماز میخونی به دنبال عادت نیستی، فقط چند لحظه اون وظیفه‌ای که گردنت هست انجام بدی و بری، به دنبال عبادتی. میخوای که اینجا به الله متعال راز نیاز بکنی، درد دل بکنی و خودت رو خالی بکنی. اینه که لذت پیدا میکنه عبادت، کیفیت پیدا میکنه عبادت، اخلاص در عبادت ایجاد میشه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور وهو العزیز الغفور. و او ذاتی است که بسیار با عزت است، غالب و چیره بر همه چیز است. هیچ شیئی او رو از انجام خواسته هایش عاجز نمیکنه. در عین حال که بسیار با عزت است و چیره و غالب بر همه چیز، فکر نکنید که به شما ظلم خواهد کرد، فکر نکنید که شما رو فراموش خواهد کرد. و هو العزیز الغفور. در کنار این عزت، این شوکت، این جبروت و جلال، او بسیار غفور است، بسیار غفران دارد، بسیار مغفرت میکنه و میبخشه. ذاتی است که عزیز است، در کنار این که عزیز است مهربان است و بخشنده است. الذی، همون ذاتی که خلق 7 سماوات طباقا، اون ذاتی که 7 آسمان رو طبقه طبقه روی هم آفرید. خلق 7 سماوات، 7 آسمان آفرید طبقه طبقه روی هم دیگه. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. در این عظمت هر آنچه که ما مشاهده میکنیم فقط آسمان اول است. هر آنچه که ما میبینیم امروزه، یک کمی بیا بیرون، خودت رو بگذار جای یک پرنده‌ای، مثل یک اون هواپیما و یا موشکی که از فضای زمین خارج میشه و حرکت بکن و به زمین نگاه کن. وقتی که خارج میشی از زمین، از شهر خودت، شهرت کم کم گم میشه. وقتی میای بیرون دیگه کشورت گم میشه. وقتی میای بیرون دیگه فقط کره زمین مشاهده میشه. بعد از مدتی که همینجور انسان میره بالا، کره زمین رو هم گم میکنه. تمام این عالمی که در اون زندگی میکنیم با همه انسانها و همه شگفتی‌هاش، ذره از این آسمان میشه و گم میشه. میری بالاتر و میری بالاتر، کهکشان راه شیری رو میبینی و بالاتر و بالاتر. هرچه دورتر میشی عظمت بیشتر میشه. میلیون ها بلکه میلیاردها ستاره و سیاره در گوشه و کنار این گیتی قابل مشاهده است و همه آنچه که امروزه بشر میبینه، میلیاردها میلیارد ستاره و سیاره، همه جزئی از آسمان اول است. آسمان دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم، 7 لایه آسمان فوق همدیگر، میلیاردها میلیارد ستاره و سیاره، میلیون ها برابر زمین الله متعال خلق کرده. این همه عظمت رو خلق کرده. خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان رو طبقه طبقه خلق کرده. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. در این آفرینش الله متعال، در این خلق الله رحمان بسیار مهربان، هرگز شما ناهماهنگی نمیبینید، تفاوت نمیبینید، شما خللی در اون نخواهید دید. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. هیچ جایی نمیبینی که بی‌نظمی وجود داشته باشه. همه چی هماهنگن. کل فی فلک یسبحون. هر کدوم از اینها در یک مداری در حال چرخش هستن. هر کدوم از اونها یک نظمی دارن. ما الان میتونیم تشخیص بدیم و میتونیم که پیش بینی بکنیم 1 میلیون سال بعد خورشید در فلان منطقه در چه ساعتی و در چه ثانیه‌ای حتی
طلوع خواهد کرد و یا غروب خواهد کرد. این به خاطر اون نظمی است که الله متعال در اینها قرار داده. آنچه که از قوانین ریاضیات و یا فیزیک و یا شیمی و یا نجوم ما اومدیم و اونها رو تونستیم که پیدا بکنیم و بفهمیم، همه اینها به خاطر اون نظمی است که در عالم وجود داره. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر، دوباره چشم بیانداز. هل تری من فطور، آیا ذره ای خلل میبینی؟ ذره ای خلل میبینی در آفرینش آسمان ها و زمین؟ دوباره نگاه کن. با نگاه اول شاید متوجه نشی. انسان غالبا با نگاه اول نقاط ضعف رو نمیبینه. دوباره نگاه بکن. شاید میگه که یک بار نگاه کردم و ندیدم. دوباره نگاه بکن. هل تری من فطور، دوباره چشم بیانداز. آیا در آفرینش الله متعال خللی مشاهده میکنیم؟ ثم ارجع البصر کرتین، بارها و بارها، باز هم و باز هم و باز هم تکرار کن نگاه خودت رو. باز هم نگاه بیانداز، به دیده انتقاد نگاه کن، دنبال نقطه ضعف بگرد در خلقت آسمان ها و زمین. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر، چشم تو، دیدن تو، بینایی تو به سمت تو دوباره باز خواهد گشت. خاسئا و هو حصیر، متحیر و حیران، خسته و درمانده، در حالی که خسته و درمانده است و متحیر و حیران، این چشم دوباره به سمت تو برمیگرده و اعتراف میکنه که ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو هرگز در خلقت آسمان ها و زمین، خلقتی که الله رحمان خلق کرده، هرگز نمیتونی که ناهماهنگی پیدا بکنی. هرگز همچین چیزی وجود ندارد، همچین چیزی نیست. تو به شگفت میفتی، تو به تعجب میفتی وقتی که میبینی الله متعال این همه عظمت رو با این نظم و این دقت و این شگفتی ایجاد کرده است. ولقد زینا السماء الدنیا، و من الله با عظمت زینت دادم آسمان دنیا رو، به مصابیح، با چراغ‌های، ستاره‌های آفریدم آسمان این دنیای شما رو. آنچه که شما میبینید در اون میلیون‌ها و میلیاردها ستاره قرار دادم. و جعلناها رجوما للشیاطین، همچنین بقایایی از این ستاره ها رو که به شکل شهاب سنگ هایی در آسمان معلقن، اینها رو وسیله‌ای برای هدف قرار دادن شیطان ها و جن هایی که استراق سم میکنن آسمان ها رو قرار دادم. الله متعال میفرمایند این شهاب سنگ هایی هم که شما میبینید، اینها هم همه شیطان هایی رو هدف قرار دادن در آسمان، اما شما مشاهده نمی کنید. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، و من الله با عظمت برای کسانی که منکر خالق این آسمان ها و زمین هستند، منکر توحید هستند، منکر عبادت این ذات با عظمت هستند، برای اونها عذاب سوزناکی و عذاب بسیار سوزنده‌ای آماده کردم. وللذین کفروا بربهم، و کسانی که کافر شدن به پروردگارشان، کسانی که قبول نکردن این اطاعت و فرمانبرداری از این ذات عظیم خالق آسمان ها و زمین رو، الله متعال میفرماید وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم، عذاب جهنم در انتظار آنهاست. اینها به دوزخ خواهند رفت و بئس المصیر، و چه بد سرانجامی است، چه بد جایگاهی است، چه پایان بدی است دوزخ. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا، وقتی که به دوزخ می افتند، وقتی که به دوزخ در می آیند، وقتی که اونها رو می اندازند، القوا فیها، انداخته می شوند در این گودال عظیم در دوزخ، سمعوا لها، از داخل او می شنوند شهیقا، فریادهای بسیار ترسناک و گوش خراش و بد و تلخ رو، صدای فریاد کسانی که افتادن قبل از او و عذاب میکشند، صداهای خود سوختن آتش دوزخ و صداهای انفجارهای عجیبی که در داخل جهنم اتفاق میفته. سمعوا لها شهیقا، در اونجا فریادهای گوش خراشی به گوش آنها خواهد رسید. و هی تفور، در حالی که دوزخ داره فوران میکنه، داره غلغل میکنه و داره میجوشه از شدت گرما و حرارتی که در دوزخ هست. تکاد تمیز من الغیظ، نزدیک است که منفجر بشه، متلاشی بشه، تیکه تیکه بشه دوزخ از شدت آنچه که در او میگذارد. کلما القی فیها فوج، هرگاه در داخل این دوزخ گروهی داخل میشن و انداخته میشن، القی فیها، وقتی که گروهی انداخته میشن داخل این دوزخ، گروهی سألهم خزنتها، نگهبانان دوزخ که 19 نفرن، علیها 19، 19 نگهبان گماشته شده است بر دوزخ، از اونها میپرسند کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر،
آیا پندی به سراغ شما نیومده بود؟ آیا صدای پیامبران به شما نرسید؟ آیا دعوتگران به شما گفته نشد؟ آیا نام قرآن رو نشنیدی؟ آیا از اسلام هیچ خبری نشنیده بودی؟ آیا نمیدیدی که مردم میرن به مساجد و عبادت میکنن و نماز میخوانن؟ آیا نمیدیدی که مردم میگوین اللهی وجود داره، خالق آسمان ها و زمین و دینی است و این دنیا مزرعه آخرت است، این دنیا محل آزمایش است و بعد از این عالم دیگری است، اونجا بهشتی است، اونجا دوزخی است؟ آیا این دعوت به تو نرسید؟ آیا به تو گفته نشد؟ این حکایت نشان از این داره که الله متعال هیچ بنده ای رو تا به او دعوت نرسه او رو عذاب نخواهد کرد، چون کلما القی فیها فوج، هر وقت که گروهی به دوزخ در می آیند، سألهم خزنتوها، نگهبانان دوزخ از او میپرسن الم یأتکم نذیر، آیا به شما پندی نیامده بود؟ کسی که شما را بترسانه. آیا دعوت به شما نرسید؟ آیا به تو گفته نشده بود که همچین پیش بینی برای تو شده است و همچین مسیری در انتظار توست؟ آیا گفته نشده بود؟ و اگر به کسی دعوت گفته نشه و نرسه به هر دلیلی، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، الله متعال در سوره اسراء میفرماید من هرگز عذاب نخواهم کرد قومی رو که با اونها رسولی فرستاده نشده، به اونها دعوتگری نرفته و نگفته، شخصی که به او دعوت نرسیده، خبر نداشته که اصلا اسلامی هست، قرآنی هست، پیامبری هست و حساب کتابی هست و دوزخ و جنتی هست، برای این شخص عذابی نخواهد بود. الم یأتکم نذیر، اونها میگویند آیا به شما نرسید پند و پیام رسانی؟ آیا کسی شما رو بیم نداد از آنچه که پیش روی شماست؟ میگویند قالوا بله به ما گفته شد، قد جاءنا نذیر، به ما آمد پند و اندرزی، پیامبران آمدن به ما گفتن، دعوتگران به ما گفتن، به من دعوتگری میگفت که اسلام هست، که قرآن هست، که پیامبری هست، قیامتی هست، بهشتی هست و دوزخی هست، به من میگفتن این چیزا رو من میگفتن، اما متاسفانه فکذبنا، و ما تکذیب کردیم، گفتیم آقا برو ول کن ما رو، همه اینها دروغه، آقا کشک این چیزا، ول کن، حساب کتاب چیه، بهشت و دوزخ چیه، تقی به تقی خورده و دنیای به وجود اومده و همه چی از بین خواهد رفت و اون دنیا نه بهشتی است و نه دوزخی هست، بهشت من همین دنیای است. فکذبنا و قلنا، و گفتیم ما نزل الله من شیء، الله متعال هیچ چیزی نازل نکرده، چیزی از آسمان ها نازل نشده، دینی وجود نداره، پیامبر چیه، آخرت و حساب کتاب چیه؟ و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، شما کسانی که دعوت میدید ما رو، شما کسانی که فکر میکنید آخرتی هست، حساب کتابی هست، دوزخ و بهشتی هست، شما در یک گمراهی آشکاری به سر میبرید. آقا ول کن این چیزا رو، برو خوش باش، وقت تو تلف نکن. این بیچاره ها رو نگاه کن، دلشون رو خوش کردن به اینکه قیامتی هست، حساب کتابی هست. اینها دنیا رو برای خودشون ترک کردن، لذت های دنیا رو ترک کردن. اون نمیدونه که من و توی پیرو الله متعال در لذتی زندگی میکنیم که این لذت رو اون هرگز در این دنیا هم تجربه نخواهد کرد. و گفتن ان انتم الا فی ضلال کبیر، اونها اعتراف میکنن روز قیامت به این اشتباه خودشون، به این تکذیبشون و حتی جملاتی که میگفتن ما به اونها میگفتیم شما در گمراهی آشکاری هستید. و قالوا، و میگویند لو كنا نسمع، و قالوا، و گفتند. الله متعال حتی فعلی که برای اینها استفاده میکنه، گرچه درباره آینده صحبت میشه و دوزخی که پیش روی آنهاست، اما فعلی که الله متعال استفاده میکنه این فعل برای گذشته است. و قالوا، فعلی که در گذشته اتفاق میفته، گفتند، گویی که این حقیقت چنان نزدیکه و چنان غیر قابل انکاره که اصلا انگار که اتفاق افتاده است، نه که پیش روی ماست. حقانیت دوزخ و جنت انقدر ثابت است و شکی در اون نیست که گویی اصلا جزء مسلماتی است که قبلا اتفاق افتاده و ما داریم درباره آنچه که اتفاق افتاده صحبت میکنیم، نه آنچه که قرار است اتفاق بیفتد. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل، و میگویند اگر ما گوش میکردیم، میشنیدیم و عقل خود رو به کار می انداختیم، ما كنا فی اصحاب السعیر، امروز ما در اهل دوزخ نبودیم، امروز جای ما در بین این آتش ها نبود. لو كنا نسمع او نعقل، اگر ما میشنیدیم،
یکی از مشکلات اصلی اینها اینه که هرگز حاضر نیستن که گوش بکنن کلام الله متعال رو، حرف حق رو، در حالی که قرآن کریم همیشه اونها رو دعوت میکنه به گوش کردن. فبشر عباد الذین یستمعون القول، بشارت بده بندگان من، اون کسانی که میشنون کلام ها رو، فیتبعون احسنه، بهترین اونها رو انتخاب میکنن. در حالی که الله متعال دعوت میکنه این که بیایید و بشنوید، و اونها میگفتن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون، شما این قرآن رو گوش نکنید، حتی وقتی که دیگران قرآن میخونن شما نگذارید که بقیه گوش بکنن، برید سر صدا بکنید، برید اونجا مشکل ایجاد بکنید، به تعبیر امروزی خودمون پارازیت بندازید تا حق به حقیقت نرسه، حق به حقدار نرسه، به حقیقت آشکار نشه، با مردم حق رو نشنوند. مشکل اینها این بود که نمیشنیدن. ابتدا هدایت از شنیدن شروع میشه، انسان میشنوه و بعد باید فکر بکنه درباره آنچه که شنیده. آنچه که میشنوی رو همین الان وقتی شنیدی بعد با خودت خلوت کن، بشین و تعقل کن، تفکر کن. اینطور نباشه از این حرف از این گوشت بیاد و از این گوشت بره بیرون، این گونه نباشه. حرف رو بشین دربارش فکر بکن. کسانی که دم از عقل میزنن امروزه و فکر میکنن که عقل اونها همه کاری عالم است و فکر میکنن که اهل عقل هستن، خودشون رو عقل گرا میدانن، این آقایان عقل گرا، این شخصیت های به اصطلاح خودشون روشن فکر، روز قیامت اعتراف میکنن که بی عقلی کردن، که اینها تاریک فکر بودن، که اینها اصلا عقل نداشتن، که اینها اصلا تفکر نمیکردن، که اینها اصلا معنای عقل رو نفهمیده بودن و میگوین لو كنا نسمع او نعقل، اگر میشنیدیم و عقل خودمان رو به کار میانداختیم، ما كنا فی اصحاب السعیر، ما از جمله اهل دوزخ نبودیم. اینها اعتراف میکنن که اشتباه کردن، اما چه فایده؟ اینها اعتراف میکنن که عاقل نبودن، که عقل خودشون رو به کار نینداختن و اینها اعتراف میکنن به این حقیقت، اما اون موقع دیگه فایده نخواهد داشت. فاعترفوا بذنبهم، اینها اعتراف میکنن به گناه خودشان. فسحقا لاصحاب السعیر، نفرین باد، دوری از رحمت الله متعال، لعنت بر یاران آتش، همدمان آتش، کسانی که به دوزخ میافتن. اون موقع دیگه چه فایده ای داره این کار رو کردن؟ اون موقع اعتراف چه فایده ای داره؟ اون موقع دیگه دیر شده. الان وقت فکر کردنه، الان وقت اندیشیدنه، الان وقت اینه که من و تو بشینیم کلاه خودمون رو قاضی بکنیم و فکر بکنیم که چرا الله متعال مرگ رو بر زندگی مقدم کرد در ذکر آیه الذی خلق الموت والحیات. مرگ یعنی چی؟ بعد از مرگ چه خواهد شد؟ کی مرگ من و تو فرا میرسه؟ اگر همین الان مرگ من فرا برسه من چیکار باید بکنم؟ آیا آمادگی داری برای مردن؟ آیا حاضر هستی برای مردن؟ آیا چیزی پیش فرستادی برای قبر خودت؟ برای بعد از قبر خودت؟ بعد از مرگ چیکار میخوای بکنی؟ بعد از مرگ در قبر با تو چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ولو این که شک داری درباره قبر، آیا مرگ رو که شک نداری میمیری، بعد از مرگ چیکار میکنی؟ داخل قبر هزاران سال چیکار میخوای بکنی؟ روز قیامت وقتی که خارج بشی از قبر چیکار میخوای بکنی؟ میلیاردها میلیارد سال بعد از حشر شدن در صحرای محشر رو چیکار میخوای بکنی؟ فکر بکن و توکل بکن به الله متعال و شروع بکن قبل از اینکه حال من و تو به این وضعیت برسه. ان الذين يخشون ربهم، کسانی که میترسن از پروردگارشون، از اینکه یک روزی در قبر، بعد از اون در صحرای محشر در پیش الله متعال حاضر بشن و پاسخی برای الله متعال نداشته باشن. ان الذين يخشون ربهم، کسانی که میترسن از پروردگارشون بالغیب، با وجود این که الله متعال رو ندیدن، پیامبرش رو ندیدن و آنچه که درباره قیامت هست ندیدن، بهشت رو ندیدن، دوزخ رو ندیدن، به همه این غیبه ها ایمان دارن. اون کسانی که در تنهایی و خلوت خودشون از الله متعال میترسن، اون کسانی که وقتی که خلوت میکنن پشت درها الله متعال رو فراموش نمیکنن، اون کسانی که در خلوت خودشون به فکر تخریب دیگران نیستن، به فکر توطئه چیدن بر علیه دیگران نیستن، اون کسانی که در خلوت خودشون دستیسه بافی نمیکنن، اون کسانی که در خلوت خودشون فقط به فکر اصلاح دیگران هستن و خودشون و نفع رساندن به دیگران و خودشون. ان الذين يخشون ربهم بالغیب، کسانی که در غیب، در تنهایی، در خلوت با ایمان به تمام آنچه که الله متعال از غیب فرستاده از الله متعال میترسن، لهم مغفرة و اجر کبیر، برای اینها بخشش است، برای اینها اجر و پاداش والایی است. لهم مغفرة
و اجر کبیر. الله تعالی اینها رو میبخشه، گناهان اونها رو همه رو پاک میکنه و اجر کبیری به اونها خواهد داد. اجر کبیر، کبیر یعنی بسیار بزرگ. وقتی الله متعال دنیا رو با همه این نعمت‌هایی که در اوست و همه ثروت‌ها می‌فرماید و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، بسیار اندک است در برابر آخرت. وقتی که دنیا رو الله متعال می‌فرماید قلیل است یعنی بسیار کوچک است. وقتی می‌فرماید اجر کبیر میدم باز به مؤمنان، اجر کبیر یعنی اجر خیلی بزرگ و بسیار بزرگ. بزرگ الله متعال بسیار بزرگش که دیگر چه خواهد بود. الله متعال بهتر می‌داند چه اجری آماده کرده. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ نفسی نمیداند چه خنکای چشمی، چه غافلگیری هایی برای اینها آماده شده در آن دنیا، در جنت الفردوس. و اسروا قولکم او اجهروا به، صحبت های خود رو پنهان کنید یا علنی آشکار بکنید. انه علیم بذات الصدور، آن او ذاتی است که هر آنچه که در داخل قلب شماست، در داخل سینه شماست، در خلال شاهرگهای شما متصور میشید الله متعال خبر دارد. هر آنچه که در ذهن تو خطور میکنه، همه احساسات تو، عواطف تو، همه نگرانی ها و اضطراب های تو، همه احساس های خوب و بد تو رو الله متعال میداند. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا نمیداند آن ذاتی که خلق کرده بندگان رو و او بسیار لطیف است، بسیار نکته بین است، بسیار باریک بین است و بسیار خبیر است، به هر چیزی آگاه است، از حقیقت هر چیزی کاملا خبر دارد. آیا او نمیداند؟ آیا الله متعال از حال تو خبر نداره؟ خودت رو بسپر به الله متعال، توکل کن به الله متعال و راضی باش به الله متعال و دل به رضایت و به تقدیر او بده و راضی باش و توکل کن به او که او همه چیز تو را میداند و خود رو به الله متعال بسپار و این گونه نشه که از الله متعال غافل بشی. الله متعال در ادامه این سوره آیات فراوان دیگری و آیات عظیم دیگری هم دارن که انشاءالله در برنامه بعد به آن خواهیم پرداخت. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید از همه شما عزیزان سپاسگزارم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني